چطوری داداشم؟ بعد از یک هفته مشکل لاگین کردن داخل بازی کال آف دیوتی موبایل رو پیدا کردم و همچنین میتونی با پینگ زیر 50 و FPS عالی پلی بدی. با ما همراه باش. بچه‌ها این چند وقت به خاطر ضعیف بودن نتا مشکل لاگین کردن داخل بازی و لاگین نمیکنه برای خیلی پیش اومده و من یه روش پیدا کردم که با پینگ پایین 50 و FPS عالی و حتی دیگه به راحتی توی کسری از ثانیه لاگین میکنه داخل بازی و براتون پیدا کردم با این برنامه. بیاین تو بگم چجوری باید دانلودش کنید و ازش استفاده کنید. برای دانلودش وارد گوگل پلی میشید. میگم گوگل پلی، داخل وارد گوگل میشید و مینویسید رادار گیم. رادار گیم که سرچ میگم رادار گیم هست و پلاس هم هست. شما رادار پلاس رو سرچ کنید بهتره. مینویسید رادار پلاس، بعد وارد سایت اول میشید و دانلودش میکنید و اینم خود برنامه است، رادار پلاس. وقتی واردش میشید این قسمت اول فیلترش کنشه فکر کنم. قسمت دوم که نمیشه DNS، ما با اینجا کار داریم، میزنیم روی DNS و تازه اینو بگمش بدون هیچ محدودیتی هر موقع بخواید استفاده کنید، هر لحظه و هر موقع. این خوبیشه. ببین من با یک کلیک روش میزنم روش، الان پیامش بیاد. پیامش که اومد وارد بازی میشم که ببینیم چجوریه. خب بچه‌ها تا این لاگین میکنه بهتون بگم من اگه از این ویدیو تا 4 تا ویدیوی بعدی سابسکرایبرام برسه به 500 تا، بین کسایی که توی کامنت ها توی این کامنت 4 تا ویدیو آیدی تلگرامشون یا حالا هر برنامه که دارن ایتای چیزی گذاشتن، الان نکن که سری وارد شد، گذاشتن، بینشون قرعه کشی میکنم، لایو برگزار میکنم یا حالا ویدیو میگیرم برگزار میکنیم و یه اکانت خفن که حداقل 4-5 تا لژند قوی و خوب داشته باشه یا اگه نیاز داشته باشه پولش یا CP براشون انجام میدیم دیگه. آره اگه سابسکرایبرامون برسه به 500 تا. خب الان دیدید که چه قشنگ و راحتی لاگین کرد داخل بازی. اینجا هم لاگین میکنه. بچه‌ها الان دیوایس من خیلی ضعیفه، دیوایس من A14. خب الان با این دیوایس ضعیف میخوام براتون برم یه دست داخل قسمت تمرین میخوام برم قسمت این تمرین کال آف دیوتی. اینجا میخوام بریم اینجا ببینیم پینگمون چجوریه و چجوری تیرا روی انمی ریجستر میشه. خب بچه‌ها اگه اتچمنت این کانال هم خواستید تا بهتون میدم، بگید بهم. الان سریع نگاه کنید الان پینگ 54 دیدید، الان 92-80 پینگ. خب از اگه نتتون خوب باشه پینگ از 100 بیشتر نمیره، بهتون قول میدم. که من الان تا این برنامه رو فعالش نکنم برام اینجوری کار الان خیلی بهتر میزنه. الان برنامه رو فعالش نکنم برای من اینجوری نمیزنه. شما میتونید برنامه نصیبت کنم براتون به چند دقت کنید. دقت کنید از کجا تا کجا میره چیزی میره. الان کنید دقیقه باید بخوره بشنه کنم اینجا رو میزنم